به دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدیم به این ویدیو. خب یک نکته که از صبح بود میخواستم بگم و فراموش کردم بهتون بگم اینه که آقا تان 18 اومد، ولی یک اتفاق خوبی برای تان 17 یا رخ دادش. حالا اون اتفاق چی بود آقا؟ من کمانیکس اینا مکسودیش وقتی نگاه میکردم، وقتی میخواستی که یک لول ببرش بالا، حدودا به 15 روز خورده فکر کنم زمان احتیاج داره و این به 10 روز و 12 ساعت کاهش یافته و فقط مختص تان 17 یا است. و قبلا برای تانهای 16 اینا توی هر در واقع تانهالی که میاد بالا، اون تانهال زیریش که آخرین تانهال بازی بوده، یکم از در واقع زمانهاش میاد پایین. و اگه نگاه کنیم روی همه اینا اتفاق افتاده. اینا رو 15 16 روز بود رسیده به حدود 10 روز، اینا همه زماناش اومده پایین و به این نکته زیاد توجه نکرده. حالا گفتم بیام براتون بگم که شما آگاه باشید و بدونید. اما اینکه من چون تایم 16 بود و در واقع نمیتونستم برم تا 18 و بهتون نشون بدم، حالا از نسخه های مد شده و هک شده و اینا استفاده میکنم و حالا براتون فردا احتمالاً فردا میذارم براتون ویدیوشو. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنون از نگاه گرمتون. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.